هی میخوام فیلم نگیرم ولی نمیشه. این خانم کوچولویی که میبینید دختر کوچیکه منه، نیکا خانم، بزرگترین کوچکترین اختلاسگر ایران. چند روز پیش با خوشحالی اومده خونه، میگه 4-5 روز پیش میگه شدم سفیر سلامت مدرسه. بعد 5 روز امروز از مدرسه منو خواستن اومدم مدرسه میبینم ناراحت نشسته اینجا، هرچی بهش میگم چی شده نمیگه، فقط میگه منو از سفیر سلامت برکنار کردن. رفتن پیش دفتر مدرسه به معلمان میگم من پدر نیکام، مدیر مدرسه و معلم و همه شروع کردن به خندیدن. میبینم چند تا دانش آموزم تو دفتره میگن پدر نیکا دخترتون تو این 5 روزی که سفیر سلامت بوده جلوی بچه‌ها رو تو حیاط مدرسه میگرفته، مثلا داشتن پفک میخوردن، لواشک میخوردن، چیپس میخوردن یا هرچی، میگفته این واسهتون ضرر داره میبرمتون دفتر. اونا هم میترسیدن و خوراکی ها ازشون میگرفته و خودش میخورده. نکته جالب ماجرا اینو 30 تا شاکی خصوصی داره. در همون دقایق اولیه به 3 تا از دوستاش اعتراف میکنه نیکا خانم و میگه با خوراکی ها هم به اونا دادم و اونا هم همدستم. بعد میگه اونا هم همدستامن، احتمالاً دامنه اعترافاتش گسترده تر هم بشه. حالا من متهم شدم به پرداخت رد مال، 30 تا چیپس و پفک و لواشک و پاستیل و اینا بخرم واسه اینا تا رضایت بدن. فقط مشکل ما اینه که دخترمو از مسند قدرت برکنار کردن. دختر من دیگه نمیتونه سفیر سلامت باشه. از دوستان وکیلی که این فیلمو میبینن خواهشمندم یه برنامه چیزی بدن که دخترمو به قدرت برگردونم. الان میفهمم واقعا قدرت برای بعضیا چقدر دلنشینه که هیچ حاضر نیستن از قدرت بیان پایین. الان هم هرچی بهش میگم بیا بریم خونه، نه بهش میگم بیا بریم خونه نمیاد، میگه باید برگردم بشم سفیر سلامت.